2000 نام یک منطقه توریستی وسیع و فوق‌العاده سرسبز در بخش خرم‌آباد از توابع شهرستان تونیکابون هستش. تقریباً در تمام طول مسیر رودخونه درختان هیرکانی، راش، چنار شما را همراهی میکنه. این جاده در طول مسیر خود از میان جنگل‌های انبوه، رودخانه‌های خروشان، آبشارهای طبیعی و چشمه‌های جوشان آب معدنی عبور میکنه. جاده 2000 و 3000 تونیکابون از میان روستاهای زیادی میگذره که مرکز آن روستای امامزاده قاسم هستش. این منطقه در سال 1372 با نام دهستان 2000 ثبت شد و جاده‌ای که از میان روستاهای این محدوده میگذره را جاده 2000 مینامند. روستاهای جاده و جنگل‌های 2000 و 3000 از خوش آب و هواترین مناطق ییلاقی در استان مازندران هستند. اما به دلیل هم‌مرزی این مناطق با استان گیلان، روستاییان آن با لهجه گیلکی صحبت می‌کنند. باغداری، زراعت و دامپروری مهمترین فعالیت مردم این روستاها هستند. در مسیر جاده 2000 و 3000 باغ‌های متنوع میوه و دام‌های زیادی به چشم می‌خوره. بهترین زمان برای بازدید از جنگل‌های 2000 و 3000 قطعاً فصل بهاره که سراسر جنگل پوشیده از گل و شکوفه میشه و رودخانه‌ها پر آب چشمانی زلال و قابل شرب. در فصل بهار روستاهای جنگلی و کوهستانی در جاده‌های 2000 و 3000 نیز بسیار بسیار تماشاییه و مناظر طبیعی اطراف آنها سرسبز و آب و هوای خنک و دلپذیری داره. امیدوارم به این منطقه سرسبز و زیبا سفر کنید و این طبیعت بکر رو از نزدیک ببینید. و حالا شما رو دعوت میکنم به دیدن فیلم کوتاهی که از سفر به این منطقه زیبا گرفتم. امیدوارم لذت ببرید. ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید و لایک و نظر یادتون نره. تا ویدیوی دیگه، خدایا رو نگهدارتون.